در بدر گشتیم. من هم که شوهر معیوب دارم در هیچ جا کار نمیکنه. پوشم رنگی همسایه‌هامون دوگانه‌هامون لباسی نو پوشم. من که جا برم چیکار کنم به 4 فرزند؟ بابا جان امام علی رحمان ما را دستگیری کند. ها ولی رو فهمیدیم گوتا خوش سرگردونه. خداوند این مرد دردمند و بینوا را از دیده بینا محروم کرده است. او نمیتواند از تماشای آسمان صاف و منظره های زیبای طبیعت لذت برد. او نمیتواند چهره نازنین همسر و فرزندانش را بصیری تماشا کند. او نمیتواند مثل دیگر جوان مردان میانش را محکم بسته مردی کاری رود، زیرا از روزی که خود را یاد دارد دنیا همیشه در نظرش تیره و تاریک است. رؤوف میرزایف از مادر نابینا به دنیا آمده است و از بازی که خود را یاد دارد زندگیش پر از درد و رنج و عذاب است. از یک طرف غم نابینایی، از جانب دیگر الم کمبغلی و بیخانگی و دربدری دل دردمند این مرد معیوب را پاره پاره می سازد. میرزایف رؤوف هستم، نابینایم. 11 سال شد خانه داریمون، 7 سال شد در بدر گشتیم. چشمم مثل دیگر رو ساز میشید. ما در آسیا کار میکردم، مثال روزی فرزندم میگذراندم. این حالت ده که گرفتارم، امکانیت مثال چیز ندارم دستگیریم کنین. امروز مجبور شدیم. من خیلی اهل و علاقتی که درد مونه با مثال اما اشخاصی که خیرخواه هستند دستگیری کنن یا اردم هم کنن. امکانیتی چیز نداریم. ما تقدیر نمیدم خیلی نابینایی شدگی. ما مثال ساز میشدم کار میکردم، التماس میکنم که دستگیریم کنین. یا آدم نابیناییم، 4 فرزند دارم، در بدر هستم. این عائله کم بضاعت در محله وطنشو شمس فی شهر کولاب عمر به سر برده زندگی پرمشقتی دارند. آنها خانه و در ندارند و از ناچاری در منزل والدان رؤوف زندگی کرده درد سری پیروکن پیر گشتند. در این حوله خردکک 4 عائله عمر به سر میبرند و روزی نیست که از روی کودکان بینشان جنگ و جنجال نخیزد. من هم که شوهر معیوب دارم در هیچ جا کار نمیکنه. با یک آدم معیوب، با یک آدم نابینا زندگی کردن قینه. با 4 فرزند 180 سوم پنسیه میگیرم. من در کوارتیر نتونم زندگی کرده. یک خوبچه آرد نمیشه و 180 سوم پنسیه. من با 4 فرزند چخیل برم زندگی کنم. ای در او در مکتب موندیم. فرزندای من در فکر مکتب نیستن، در فکر غم و غصه خانه هن که چه یک خانه خدمت بریم، یک خانه داشته باشیم که یک خدمت باشه بریم زندگی کنیم. رؤوف میخواهد زن و فرزندانش را گرفته ترک منزل نماید، ولی یگان امکانیت خانه خریدن ندارد. 180 سامانی نفقه که این مرد نابینا میگیرد حتی به خورد و خوراک کودکانش نمیرسد. گوهربی خیرالله و همسر رؤوف میرزایف 3 مراتب جراحی شده بر اثر بیماری قوه کاری خود را از دست داده است. زن و شوهر معیوب نمیدانند چطور 4 فرزند خردسال خود را خورانند و پوشانند. عذاب کمبغلی و دربدری این بچه های خردسال را از زندگی دل شکسته و ناامید و مایوس گردانیده است. آنها میخواهند مثل دیگر همسالانشان سر و لباس نو و زیبا داشته باشند. میخواهند صاحب منزل خود باشند تا کسی با دشنام و حقارت از در بیرونشان نسازد. آنها میخواهند زندگی زیبا و پرنشاط داشته باشند، ولی نابینایی پدر و معیوبی مادر و حیات کمبغلانه این 4 طفل معصوم را از چشیدن شیرینی های ایام کودکی محروم کرده است. وقتی که همسایه با فرزنداشون لباس نو میخرن کونش میارن به فرزندای من میتن که بپوشان، فرزندات بپوشان میره. مامورا میگیرم میپوشانم. یک پنسیه بخرم یک تا دیگه زیق میشه که ماده نخریدی. آخه 180 سوم پنسیه با کمش برسه. آرد بخرم کارتشکا دا نمیرسه، کارتشکا بخرم شکر دا نمیرسه.
فرزندم مجبور میکنن بیا بریم اینجا بیا همین خونه در نیستن دیلگیر شدن در همین خونه. وقتی که به خونه مادرم میبرم شون افس ایس خرسندی کردم میرم من افس ما به زورم میارم به هر بهونه ما در خونه مادرم جاش میاد تا 3 ماه 4 ماه هم استم که همین فرزندای ما اونجا روز برن جاش میام مکتب اونجا میبرم مکتب اینجا میارم ای خوندن موندن ای همه چی من فقط در فکر خونه هم کودکان در فکر خونه که ما کجا خونه یابیم بریم خمان زندگی کنیم خونه خودمون باشه مرایج که بره نگه مرایج که نگه که ای خونه بره ما آمدم در خونه زنک خونه دار خیلی برام کوارتیر رفته که تا جا بیام من بیام خونه ما صاحب شم من کجا برم چیکار کنم به 4 فرزند ما را میفوره که یا خونه داشته باشیم رنگی همسایه‌هامون دوگانه هامون لباسی نو پوشیم خونه اینا داشته باشیم زندگی کنیم یک مکتب رویم خونه ماما میرویم اونجا دقیقا میخونیم اینجا میم اینجا دقیقا میخونیم ما را میفوره که خونه خمون باشه یک جای آبادی باشه و تم نابینای کار کردن نمیتونه پدر مادر دلسوز دارن که اینها هم علاج ندارن که من کجا جا کنن من کجا برم من خودم 3 اپرات خوردگیم نمیتونم کار کرده کاری وظیفه کنم نمیتونم قای باشه که یک گفت چه قریبی بازار باشه خب من برم یک لای بازار یک باری سبوک بگیرم بشینم که رزق روزی فرزندام بیام من احمدم 7 ساله من کلام شما میخونم اتاوچم در خونم نگاه میکنم بابا جان امام علی رحمان ما را دستگیری کنید کی خونه کی صاحب خونه شویم و در اونجا زندگی کنیم. زندگی در نظر این مرد نابینا تیره و تار است ولی شما می توانید با نیکی خود به حیات فرزندان خردسال رؤوف روزنه نور وارد سازید نوری که زندگی آنها را اندکی باشد هم روشن می سازد. من مادری رفچون میشم همی او رفت سرگردون هر بولی رفت همی بیم همی گوتا که سرگردونه حکومت خواهش دارم که همی رفچون یونم کن ای پرزیدنت ای رستم امامعلی ای وزیرو ای صاحب کارو خواهش میکنم که کمک کنم به من ایامی دولت ایامی مهاجرا و همه چی خواهش میکنم که یاردم کنم از صاحب یک خونه شم زندگی خودم پیش برم. ما باوری کامل داریم که شخصان خیرخواه و افراد نکوکار پس از تماشای زندگی پردرد گوهربی و شوهرش رؤوف به پروایی ظاهر نکرده دستی مدد را سوی ایشان سوی اویله نیازمند دراز خواهند کرد.